امروز 11 اپریل است و من شالوی گلخوجه تا 15 دقیقه دیگر با اخبار مهم شما را همراهی میکنم. نخست سرخطی موضوعهای برنامه. سفر پرخطر مولی رحمان به نوروزگاه پنجاکент وضع ناگواری هوا باعث شده است که چرخبال رهبری دولت در منطقه میخوره به زمین نشیند. با گذشت تقریبا یک ماه از باز شدن مرزهای تاجیکستان و ازبکستان، نرخها در بازارهای نزدیک سرحدی تدریجاً برابرند. شما با ماتریالو سونی ماینون لیکن روزگار با میکتگی چیزا یک خیل بود است. تحریم در روسیه، تاثیر در تاجیکستان. به اندیشه اقتصادشناسان پایین‌روی روبل روسی به نااستواری قرب سامانی هم سایه می‌افکند. چرخبال پرزیدنتی توجیکستان روز 28 مارد بیش از نیم ساعت در میخوره ورزاب رهگم زده است. بنابراین سفر مولی رحمان که به نوروز پنجاکент رسیبار بود به تاخیر افتاد. طبق نقشه جشن نوروز در شهر پنجاکент باید روز 27 مارد برگزار میشد، ولی به خاطر نامساعدی باد و هوا آن را به روز آینده گذاشتند. ولی 28 مارد نیز پرزیدنت با تاخیر به جشنگاه رسید. بود هوا معلوم است که بود هوا نقض می شود، لیکن همون روزی پرواز ساعتی پرواز بود هوا ویران شد. بعد از هوا نقض شدن باز دوشنبه به سیگنال آمد که هوا نقض شد. جناب والی وقتی که پرواز کرده رفتن میخوره با هوا ویران شد، تومان، برف، باران، مجبور شدن که در میخوره شینند ورتولیات‌های شینانند. برای یک عذاب در سر راه یک شتیت لبی کوهگونی هم خیلی بود هوا ویران بود. سخنگوی پرزیدنتی توجیکستان میگوید با سبب نبودن امکان دوباره پرواز طریق چرخبال مولی رحمان با ماشین تا پنجاکент سفر کرد. در واقع این شب و روز بازارهای شهر پنجاکент یکی از منطقه‌های نزد مرزی با ازبکستان به محل فروشی بعضی از مال و کالای همسایه کشور تبدیل یافته است. بعد باز شدن مرزی دو کشور، تاجران از سمرقند به بازار شهر پنجاکент چند نوع سبزوات و دیگر محصولات را وارد می‌کنند. ولی با گفته ساکنان برخلاف انتظارات آنها، نرخ‌ها در بازار چندان تغییر نکرد. مولا رجب یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارد. این نان از شهر سمرقند ازبکستان به بازار شهر پنجاکент آورده شده است. ارزشش 5 سومانی می باشد. در برابر نان در بازارهای شهر پنجاکent همچنین پمیدار، بادرنگ، حسیب و گلها ازبکستان را واخوردن ممکن است. قریب هر روز تاجران از سمرقند به بازار شهر پنجاکent چند نوع سبزوات و دیگر محصولات را وارد می کنند. من این باری تاشکند آمده است. پمیدار بادرنگ که 18 فروختیم. من این انارو 16 فروختیم. این تاشکند اینویم. من هم موقع 15 گرفته که دیگه 16 فروختیم که میپوست گرفته. بایم اکنون اینجا وای و گرفته. وای تموجنی هم میداره دیوکه. به قبل تاجران مال و محصولات هنوز در حجم کم وارد می شود و این نمیتواند به پایین بردن نرخ در بازار تاثیرگذار باشد. ساکنان میگویند به خاطر گرانی ارزش محصولات مجبور شدند یک چند نوع خوراک را از سبد استعمالشان اختصار کنند. این بسیار قیمتونه که حاضر به ضرور ماندم با 1 کیلو نه نیم کیلو میخرم ده. با بابای خودم که اکنون بهار شده است که اکنون با ارزانی میشد، پیش ارزانی. سودا روز از روز کم شده رفته است. از پیشتر دیده آنچه کم. پیشتر یک تا گوه در یک روز میفروختیم. روز یک تا گوه در 2 روز میفروشیم. جوش بود تا کلانتر باشد تا 3 روز فروختیم. 1 کیلوگرم گوشت گاو در این بازار 36 سومانی نرخ دارد. کامل باباخانوف سالها باز در بازار شهر پنجاکent گوشت میفروشد. او میگوید نرخ را قصداً بالا نمیبرند. آن را در سطح معتدل نگاه می‌دارند. اگر گوشت را ارزان کنند خراجاتش را نمی‌پوشاند، قیمت کنند خریدار نمی‌یابند. نرخ محصولات کشاورزی در بازار این شهر نزد مرزی از بازارهای دوشنبه چندان تفاوت ندارد. برای مثال 1 کیلوگرم کارتوشکا با ارزش 3 سومانی و سبزی و پیاز 1 سومانی و 50 درم فروخته می‌شوند. آرد را باشد از خوجند می‌آورند. نوی اولی 140، نوی یکم 135، نوی دویم 110-15. آرد از کجا می‌بیاید؟ از خوجند استحصال وطنی همیش. در بازار پنجاکent بجز از ساکنان محلی، مهمانان از ازبکستان هم دیده می‌شوند.
از بازار دیدن میکنند، محصولات ضروریشان را میخرند و نرخ را مقایسه میکنند. منبع ماتریالو قیمت‌تر، شما با ماتریالو سونی майнон лекин рӯзгор ба микитаги чизо як хел будааста. ҳозир пурсидем, аку меҳмон гуфта мона нағз бай кадан, гап задан. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. دیروز منصبداران بلندپایه روسیه گفتند که صرف نظر از تهدیدها و تحریم آمریکا روبل روسی استواری را از دست نداده است. بانک مرکزی روسیه میگوید هنوز ضرورت دخالت حکومت به اقتصاد وجود ندارد. روبل روسی بعد موج تحریم‌های آمریکا علیه 50 ثروتمند روس با شدت پایین شده. روزی سه‌شنبه $1 آمریکایی 60 روبل روسی قیمت داشت. با توجه به آنکه درآمد اکثر نونواران در خانواده‌های تاجیکستان از روسیه است، مردم نیز هر گونه افت اقتصاد در این کشور را پیگیری میکنند. تحلیلگران در صحبت با زرانگیزی نوروز گفتند با احتمال بیشتر تاثیر این روند را در آینده نزدیک مهاجران تاجیک هم احساس خواهند کرد. کاهش قرب روبل تا به خانواده‌های تاجیک هم رسید. حاجی نوریدین ولیجان این شب و روز هوش و گوشش به خبرها درباره قرب روبل است. 2 فرزند او در روسیه کار میکنند، روبل میفرستند. وقتش ما کار میکردیم $30,000 بود. حاضر مثال $3,450. مهنت میکنی سوم کم. مثال پیش اگر یک مدت $2,000 روی کردن حاضر $600. در 2 روز اخیر قرب روبل روسی در بازار اسعار تاجیکستان 13% پایین رفته تا به 13.7 درم برای 1 روبل رسید. تحلیلگران تاجیک هم به آن تأکید میکنند که کاهش قرب روبل با وضع مالی کشور به تأثیر نخواهد بود. هنگامی که انتقال پول از خارج کشور کم شد، صاحبکاران هم خرید مال محصول صاحبکاران وطنی کم میشود و در اینجا گفتن ممکن که در عموم میتواند تأثیر آن هم به اقتصاد تاجیکستان، هم به نظام بانکی تاجیکستان و همچنین به بودجه دولت نیز تأثیر منفی خود را میرساند. با گفته تحلیلگران از سوی دیگر روسیه با تاجیکستان قراردادهای استراتژیکی مهمی دارند که تحریم‌ها به عملی شوی آنها هم به تأثیر نخواهند ماند. روسیه هم در نوبت خود ما می‌دانیم که نه تنها همچون شریک استراتژیکی و باز در بسیار بگیم تشکیلاتایی که اوید به امنیتی به خطر آسیای مرکزی همکاری دارد، مثل اودکب و هم عهده‌دار است که مثلا سرحدهای تاجیکستان را در نظام شرطنامه‌ای، یعنی امنیتی سرحدهای تاجیکستان را سهم گذارد و در این سهم ممکن است یعنی کاهش یافتن تجهیزات‌های حربی که باید که به تاجیکستان وارد شوند طبق شرطنامه و آن همکاری‌ها. این وضع هم در حال است که تازه مهاجران از کمی بهتر شدن وضع خود بعد بحران سال 2014 در این کشور صحبت می‌کردند. ما کاری افته نمیتونستیم، گشته نمیتونستیم که کار کوبیم، مثال برآمده تریتوری مثال شهرها زوادو گردیم، برای که همین خیلی وضعیت بود که مهاجران را قپیده و مجبوران دیپورت میکنن، زپریت میکنن و این دیپورت هم نبود، 3 سال زپریت بود. از جمله نشان دهنده های آماری هم در 1 سال اخیر در این مورد بالا می رفت. مهاجران کاری سال 2017 از روسیه به تاجیکستان بیش از $2 میلیارد پول فرستادند. این رقم اگرچه از نشان دهنده سالهای تا بحرانی اقتصادی روسیه که 4 میلیارد گفته میشد کمتر است، اما در مقایسه با آمار سال 2016 31% بیشتر بوده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مارک زوکربرگ پایه‌گذار فیسبوک روز گذشته در برابر سیناتورهای آمریکایی حاضر شد تا به پرسش‌های آنها پاسخ دهد. او هنگام سخنرانی در کنگرس اعتراف کرد که شرکت او برای مبارزه با اخبار بر دروغ، دخالت‌های خارجی در انتخابات آمریکا و حفاظت از حریم خصوصی کاربران چاره‌های کافی انجام نداده است. اسکندر خوجامیرزاده را می‌شنویم. پایه‌گذار و مدیر عامل شبکه اجتماعی فیسبوک مارک زوکربرگ میگوید که شرکت زیر رهبری او در حال رقابت با گروه‌های زیر نظر روسیه قرار دارد. روز 10 اپریل اثنای سخنرانی در کنگرس ایالات متحده آمریکا، زوکربرگ 33 ساله گفت که فیسبوک چندین کوشش روسی دخالت به انتخابات
و حیات خصوصی کاربران این شبکه و همچنان برانگیختن اغواها را جلوگیری کرده است. زوکربرگ با اشاره به انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا در سال 2016 هم اعتراف کرد که فیسبوک نتوانست از سوء استفاده شرکت کمبریج آنالیتیکا پیشگیری کند. تخمین می شود که کمبریج آنالیتیکا معلومات خصوصی 87 میلیون کاربر فیسبوک را برای تأثیر به افکار انتخاب کنندگان استفاده برده است. یکی از کمبودی‌های بزرگ من در دوره رهبری فیسبوک این دیر تشخیص نمودن عملیات روسی در سال 2016 است. ما تخمین می‌کردیم که حمله‌های کیبرنتیکی عنعنوی راه اندازی می‌شود و ما این گونه حمله‌ها را تشخیص و بی‌ضرر کرده شرکت‌های زیر ضربه را سریع وقت آگاه کردیم. ولی عملکرد نوی اطلاعاتی را دیر معین نمودیم. طبیعت این گونه حمله‌ها این است که افراد در روسیه از نظام ما و دیگر نظام‌های اینترنتی سوء استفاده می‌کنند. این مثل سبقت تسلیحاتی میباشد. آنها رشد می‌کنند و ما هم کارمان را بهتر اجرا می‌کنیم. از اینجاست که ما تا آخر سال روان 20,000 نفر را برای تأمین امنیت و نظارت محتوای شبکه سفربر خواهیم کرد. زوکربرگ به حیث نمونه مبارزه با اخبار دروغین یا خود فیک نیوز خاطر نشان کرد که هفته گذشته فیسبوک حداقل 270 کاربر و صحیفه ظاهرا قلبکی را از شبکه اخراج نموده است. برنامه‌ро идома медиҳем. бар асари суқути ҳавопаймои низомӣ дар назди фурудгоҳи буфариқи алҷазоир камаш 100 мусофири низомӣ кушта шуданд. дар ин бора телевизиони маҳаллии Ан-Наҳор хабар дод. баъзе расонаҳо аз нақли мансабдорони алҷазоирӣ гузориш доданд ки шумори қурбониҳо камаш 181 нафар аст. вазорати мудофиаи алҷазоир суқути ҳавопайморо тасдиқ кард, вале аз додани маълумот дар бораи шумораи қурбониҳо худдорӣ намуд. хабаргузориҳо мегӯянд ки ҳавопаймои низомии Илюшин чанд лаҳза баъди баланд шудан аз замин сарозер гашт. бармегардем ба Тоҷикистон. ширкатҳои мобилии Тоҷикистон бахшида ба соли ҷаҳонгардӣ дар кишвар тасмим гирифтанд саёҳати рӯзноманигоронро ба маконҳои таърихӣ ташкил кунанд. бо истифода аз чунин имконият ҳоло мо низ бо ҳамин васила шуморо ба тамошои яке аз ёдгориҳои қадимие мебарем ки барои ҳифзу барқарории он сафорати Амрико кӯмак кардааст. дар ин 12 қабр 54 одам хоб аст. одамони хеле бузурганд. азбаски як сару дасту по мондааст дигар чи нест. آنها را بر روایت مغول‌ها در عصر 13 هنگام استیلای این سرزمین کشتند. بناهای اطراف مدرسه را خراب کردند و بعد از تاراج قسمت‌های مستحکمش ماند و خلاص. مردم هم به قول بدنهای پاره شده آنها را در داخل یکی از تالارهای این مدرسه به خاک سپاریدند. شاید همان زمان به خاطر این دانشمندان اینجا را مردم مزار شریف و زیارتگاه خود ساختند. با نام خواجه مشهد حالا هفته تا 100 نفر آن را می‌بیند. کتیبه است، 20 اولو است با خط نصری. اینجا هم که چی بود در صفون هنگام کفسگاه رخلوی اینو برده شدن. در اون وقت مسکو خوزین بود، اینجا اومدن تماشا کردن، صورت گرفتن ممنون. این یادگاری تاریخی در حدود کبودیون امروزه در نزدیک دهه صیاد جایگیر است. با قول تاریخ‌نگاران در این مدرسه ناصر خسروی کبودیونی شاعر و فیلسوف بزرگ در عصر 11 تحصیل کرده است. طرح ساختمان هنوز هم موجب حیرت و منبع آموزش دانشمندان معاصر است. مهارت معماری خواجه مشهد هنوز هم حیرت انگیز و اسرارآمیز باقی مانده است. هنگامی چین کردن باستانشناسان روس گویا که این غش‌ها چیکار چینده شدند، انیک شد که یگان غش از غش دیگر یگان میلیمتر فرق نمی‌کند. البته که اگر غش از غش دیگر یگان میلیمتر فرق کند، هنگامی زمین جنبی، هنگامی فشار هوا باید این بنا بر وقت فرو میرد. از اینجا میدان آزادرفتی جسم انیق کرده شده است. به اختیار بیتی از ناصر خسرو به یادم رسید که میگوید در شعر زی تکراری سخن باک نباشد، زیرا که خوش آید سخن نغز به تکرار. پس منم تکرار میکنم که آزادی.org از وبسایت رادیو آزادی صحیفه‌ای که شما را دائم با خبر و گزارش‌های مهم آشنا میکند. تشکر برای همراهی. خدا نگهدار.